من میخوام به طور مختصر و مفید کارکرد سیستم کلاج رو براتون توضیح بدم. دوستان، این قسمت در مورد انتقال نیرو و نقش کلاج در قطع و وصل کردن اون صحبت خواهم کرد. دوستان، تصویری که تو انیمیشن میبینین وظیفش انتقال نیرو از موتور به جعبه دنده است و در نهایت به چرخهای ما. قطعه‌ای که در تصویر مشاهده میکنید فلای ویل نام دارد. وظیفه فلای ویل چیه؟ تمام نیروی موتور رو در اختیار داره. قسمت بعدی که در تصویر مشاهده میکنیم دیسک نام داره. وظیفه دیسک چیه؟ انتقال نیرو از فلای ویل به شفتی که نیرو رو منتقل میکنه به جعبه دنده به عهده داره. دیسک صفحه بسیار مقاوم در برابر سایش و حرارت با مکانیزم خاص خودش نیرو رو از فلای ویل میگیره و به شفت گیربکس منتقل میکنه. دیسک توسط مجموعه ابزاری به فلای ویل میچسبه که مجموعاً کیت کلاج نامیده میشه، از جمله صف کلاج که به صورت یک پوسته مجموعه کیت صف کلاج رو به فلای ویل وصل کرده. دیسک کلاج توسط دیافراگم که مجموعی از فنرهای بسیار مقاوم و صافی هست و صفحه فشار که صفحه فلزی گرد و محکمی است که سطح صیقلی و بسیار محکمی هم اندازه دیسک داره به فلای ویل فشرده شده. خب دوستان، ما برشی از این مجموعه رو تهیه کردیم تا بهتر متوجه این فرایند بشیم. وقتی پدال کلاج رو میگیرید، یک فشار توسط سیم کلاج به مرکز دیافراگم وارد میکنید که در نتیجه آن آزاد شدن برگشتن فنرهای دیافراگم و در نهایت برداشته شدن فشاری میشه که دیسک رو به فلای ویل چسبونده. خب دوستان، تو این حالت دیسک از فلای ویل جدا شده و شفت انتقال نیرو به گیربکس متوقف میشه. تو این حالت موتور روشن، فلای ویل با سرعت 850 الی 1000 دور در دقیقه در حال چرخش است. با گرفتن کلاج ما عملا ارتباط بین فلای ویل و صف کلاج رو قطع کردیم که نتیجه آن توقف شفت انتقال نیرو به جعبه دنده میشه. این کار به ما اجازه اون رو میده که دنده ها رو تعویض کنیم یا بایستیم. بعداً دوباره با آزاد کردن کلاج دیسک رو به فلای ویل میچسبونیم تا انتقال نیرو دوباره برقرار بشه. برای برقرار شدن مجدد نیرو به جعبه دنده و شروع به حرکت باید عکس فرایند جداسازی دیسک از فلای ویل صورت بگیره که در نتیجه آن دوباره نیروی موتور به جعبه دنده منتقل میشه و در نتیجه آن چرخهای ما به حرکت در میاد. عزیزان، برای حمایت از ما ساب یادتون نره ما رو لایک کنید و نظراتتون رو برام کامنت بذارید.